من میخوام بهتون آموزش بدم چجوری با یکی از این کلیدهای SOS که ما بهشون میگیم برای داخل کابین ماشینتون یه دکمه قفل و باز بذارید که وقتی که بچه چیزی باهاتون هست ماشین رو دراش رو قفل کنید. خب شما بیاین دکمه رو میارید اینجا. شما در داخل پارکاب ماشین دو تا سوکت دارید، یه توسی یه مشکی. سوکت مشکی رو که آوردید یه سوکت یه سیم قرمز رنگ اینجاست مربوط به قفله و یه سیم سبز رنگ هم اینجاست مربوط به تحریک باز. شما یه سر سیم رو به این قرمزه میدید، یه سر سیم رو به سبزه میدید. وقتی که این کار رو انجام دادید دیگه دکمه قفل و باز براتون فعال میشه. ببینید حتی برای ما آینه تاشوار هم روش انداختیم. ببینید خیلی جالب شد. شما با نصب کردن همین دکمه، حالا این دکمه رو میتونید هر جایی که دوست دارید قرار بدید. مثلا ما بخوایم دکمه رو اینجا الان قرارش بدیم، شما میتونید مثلا دکمه رو اینجا قرار بدید. هر جایی که دوست دارید میتونید دکمه رو قرار بدید و برای ماشین رو باز و بسته کنید. از این آموزش‌ها میخوای حتما پیجمو داشته باش، خیلی به کارت میاد.